درود رفقا، محمد هستم. خود کلاش فامیز خوش اومدید. امروز قرار سراغ ترکیب بوم واردن و سوپریتی بریم که چند تا فیلد دیگه افسانه‌ای به صورت لایو با هم دیگه بزنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اتکا، نیروها رو با هم دیگه ببینیم، ابیلیتی‌ها و همینطور اسپلا، و بعد بریم سراغ اتکا. تو این تیر قولاسا و جاینتو داره با خودش که اگه ابیلیتی جاینتو ندارید میتونید ابیلیتی هیلر رو استفاده بکنید که فراستی. اگه این ویستابر چیزی باشه تو این میتونه خیلی راحت اونا رو فعال بکنه. و بریم سراغ گرند واردن بوم و ریجو داره با خودش به کمک فینی که اگه بمب قرمزی باشه اون تکچشمو میتونن پیدا بکنن. رویال چمپیون هوگرایدر رو چکمای برقی رو داره به کمک اسپریت باکس. کینگ هم که زجاجه و توپو داره به کمک فینیکس. اینجا خودتون میتونید نیروها رو ببینید و همینطور اسپلا رو ببینید خودتون. من دو تا اسپل زجاجه برداشتم. اگه ساختمون کلنکسل باشه بتونم با بوم واردن بزنم، با یه زجاجه نمیفته، واسه همین دو تا زجاجه برداشتم. و همینطور این ریکاش کانون مکس هم به نظرم با یه دونه زجاجه نمیفته و دو تا زجاجه نیاز داره. بریم که اتکا رو با هم دیگه بزنیم. من تا به اینجای کار 3 تا اتک زدم، هر 3 تا اتک صد شده. متاسفانه دیروز نرسیدم اتک بزنم، شدم منفی 258. اگه دیروز اتکامو میزدم میتونستم قشنگ مثبت بشم، خیلی زیادم مثبت به دست بیارم، یعنی روی 5800 بمونم. مپا خیلی سخت‌تر باشه نسبت به این مپایی که الان داریم میزنیم، ولی خب دیروز اصلا نرسیدم اتک بزنم متاسفانه. خب ببینیم که این مپ چطوریه و بعد بوم واردن رو کجا استفاده بکنیم. بعضی وقتا بوم واردن بیشتر استفاده میشه که فقط راه درست میشه. واسه مثال من اینجا روی ریش تابر سمت کوینم بزنم میتونم تخریب خیلی زیادی به دست بیارم و نیروها رو حالا یا از سمت مونولیت بفرستم یا از سمت مولتی گیر تابر اینفرنس سینگل بفرستم. از اونجایی که هر دو تا فایر اسپیتر دارن پایین و پوشش میدن، میشه گفت سمت مولتی گیر تابر شاید انتخاب خیلی بهتری باشه. میایم و یه دونه بالون استفاده میکنیم. گرند واردن هیلرامون اسپل اینویزیبل زیاده، گاهی اوقات اسپل اینویزیبل حتی استفاده میشه واسه رویال چمپیون، یعنی نیاز نیست که همه اسپل اینویزیبل رو واسه بوم واردنتون استفاده بکنید. ببینیم تلمده یعنی ساختمونی هستش که جایی قایم شده باشه که بخوایم اینویزیبل بکنیم یا اینکه نه. گرند واردن به احتمال زیاد ایکس رو بزنه و بعد بخوام ابیلیتیش رو استفاده بکنم. دمیج خیلی زیادی روش نیست. میتونم یه اسپل اینویزیبل، یه اسپل اینویزیبل و اینجا ابیلیتی واردن با اسپلای زجاجه قشنگ اون قسمت رو جمع بکنم. این میاد داخل. یه اسپل اسکلت اینجا واسه سرگرم کردن این ساختمونا. تو این یه دونه سوپری باشکن اینجا، یه دونه سوپری باشکن این قسمت. قشنگ اینا سرگرم شدن و کلنکسل هم که سوپر دراگون داره. یه دونه هد هانتر رویال چمپیون رو میفرستیم اینجا. یعنی دیوار شکن بزنیم یا جامپ بزنیم اینجا، چون نمیدونم دیوار شکنم کجا رفت. اوکی دیوار شکن دیوار رو باز کرد، خیلی عالی. یه اسپل رید اینجا، یه اسپل اینویزیبل، چون فکر کنم کینگم رو گرفته این لعنتی. اب یک کینگ میره دیوار این قسمت باز میشه. هد هانتر داریم اینجا، یه اسپل رید اینجا، یه اسپل جامپ ترن سمت مونولیت. علی گتباد اینجاست. بیبی دراگون واسه تمیزکاری، ویزارد این گوشه واسه تمیزکاری، یه دونه ویزارد اینجا. رویال چمپیون البته خودش استفاده میکنه. اسپل اینویزیبل رو دارم هنوز، خیلی نیرو دارم ها، به نظرم خیلی نیرو دارم. چیزی که خودم دارم میبینم نیروها زیادن. یکی از پکای پادگان زنده است هنوز و جالب این بچه بودی که استفاده کردم خودش رو رسون به این قسمت مبزونیش هم پره. صدا سوپریتی مونده. رویال چمپیون کوین اینا زندن با نیروهای داخل کلم شدن. ترکیبش واقعا خیلی قویه. جعبه رو باز بکنیم بریم سراغ اتک بعدی. تا به اینجای کار 4 تا اتک زدم، هر 4 تا اتک زد. یکاش دیروز میرسیدم اتک میزدم و اینجوری خیلی سخت‌تر میشد مپا. بریم که اتک دومو با هم دیگه بزنیم. همه چی آماده است و بزن بریم. ببینیم این مپ چطوریه. یه دونه این ویستاور داریم بسکن فرنس فورور از ایران. ابیلیتی واردن شاید سمت ریکاشی کانون بخوره خیلی خوب باشه. نیروها رو از سمت تانهال بفرستم و با ابیلیتی کوین تیر قولاسا رو با تیر قولاسای کوین این ویستاور رو فعال بکنم. میایم اینجا منتظر میمونیم که گرند واردن
این ساختمونا رو بزنه. فکر کنم اینویزیبل اینجا کافی باشه. باسپلای زده قشنگ این ساختمونا رو از بین بردیم. میایم اینجا یه دونه سوپر دیوار سکن اینجا زیر بلاسای کوین، اون سوپر دیوار سکن واسه اینا برن این قسمت، یه اسپل اسکلت و نیروها رو از اینجا بکشیم داخل. کنم رویال چمپیون هم بفرستم بد نیست همین قسمت. منتظر میمونم واسه نیروهای کلنکسل تا اسپلمه. این سوپر دیوار سکن دیوار پشت تانها رو بزنه، با این اسپل جامپ نیروها قشنگ همشون برن سمت پشت تانهال. اوکی. فعلا نیروها زیاد اوقات خوشی رو به نظرم سپری نمی‌کنن. کلنکسل خودم خالی مثل سوپر مینیون داره. اسپل اینویزیبل واسه چمپیون، یه اسپل رید این قسمت، اینویزیبل بعدی واسه چمپیون، بتونه فایر اسپیتر رو واسه هم از بین ببره. کینگ از جایی میاد. دو تا دونه ویزارد استفاده میکنم. ترکیب چمپیون. اگه کینگ بره اون بالا خیلی خوب میشه. اوکی البته کینگ رو میدانم به نظرم اوکیه. همیشه داره خوب پیش میره. جون بیبی دراگون این گوشه واسه تمیزکاری. اون ریکوسی کنید بالای مون ای کاش بیبی دراگون استفاده میکردم که اون از بین ببره، ولی خب شانس زیادی داریم چون یه دیگه 15 ثانیه هنوز زمان دارم. گرم واردنمون زنده است. تک چشم میره سمت این ساختمون. اوکی زدش. و پسر این ابری تیمایتا یا فسخلی بقیه میتونن بپرن اون بر دیوار و اون ساختمونا رو واسمون از بین ببرن. با زمانی که دارم اوکی جمع میشه. واردن از بین رفت. گرم واردنم از دست دادم بهتر. اینجوری پینپینی رید میشه میره اینفرنی مولتی رو واسم از بین میبره. گاهی اوقات این پینپینی میتونه خیلی کمک بکنه ها. ما اینجا کینگو داریم، 4 تا جون سوپریتی داریم و 100% تخریب توی اتاک دومم به دست آوردیم. ترکیبش قویه واقعا. بریم که ریکوست بدیم بریم واسه اتاک سوم. تا به اینجای کار چند اتاک زدم؟ اوکی 5 تا اتاک زدم. هر 5 تا اتاک 100 شده تا به اینجای کار. میریم که اتاک بعدی رو با هم دیگه بزنیم. فکر کنم کلنکشن هم کامل پر بود اگه اشتباه نکنم. اوکی این مپ رو با هم دیگه ببینیم که اگه البته واردن رو بتونم سمت مولتی گیر تاور بزنم که بد جاییه. به نظرم یکی از فایر اسپیترها رو انتخاب بکنم. تا حالش هم بد جاییه. اینجوری واردن ریج نیاز داره به نظرم. اگه بخواد ارتیشو بزنه روی مولتی گیر تاور و از طرفی از اونجایی که من از فینفینی کلا از ژله عصبانی زیاد میترسم که ژله عصبانی خیلی بره جلو و یه کاری بکنه که واردن کلا پرپر بشه. واسه همین نمیخوام از ژله استفاده بکنم. اوکی پس همون به واردن قشنگ زمان میدیم که ساختمون اینجا رو از بین ببره. فکر کنم یه اینویزیبل یه اسپل اینویزیبل هم اینجا حرفی واردن اسپلای زده. آره تا اینجور جواب میدید خیلی قشنگ میتونه بهتون کمک بکنه که شما بتونید این ساختمون کلنکشل از بین ببرید با 2 تا اسپل زده. ببینیم کوینمون اسپل اینویزیبل نیاز داره که زنده بمونه یا اینکه نیاز نیست. اسپل جامپ اینجا. رویال چمپیون هم از همینجا میفرستیم. اسپل رید میشه اینجا. کوین فعلا داره کار خودش انجام میده. یه اسپل اینویزیبل واسه کوین اینجوری میتونه مینیتریس از بین ببره و اسپل استم هم که نیاز نداشتیم چون کلا افکتی برین دیوار شکن نیروها برن این قسمت. هید کانتر واسه کوین یه دونه ویزارد این میشه اینجا رو جمع بکنه. اوکی فایر اسپیتر بالایی داره اذیت میکنه ولی خب کاری نداشتم چون هر دو تا فایر اسپیتر که مپ بودن نمیتونستم بگم که مثلا این فایر اسپیتر رو زدم برم واسه اون قسمت دیگه. یه دونه بیبی دراگون اینجا، یه دونه ویزارد این میشه واسه تمیزکاری. اگه
فایر اسپیتره منو خیلی اذیت نکنه سره به نظرم این اتکم. مشکل اصلی سر فایر اسپیتره و از این طرف ابریتی مایتا واقعا خیلی دارن آسیب میزنن و واقعا تخلیلشون وحشتناک. سوپر بیش در کل ترتیب خیلی قوی هستش، ولی اگه کسی با سوپر بیش مشکل داره به نظر من الان دیگه این فایر اسپیتر نمیتونه من اذیت بکنه، فقط نیازه که دیوار باز بشه. به نظر من کسی با سوپر بیش مشکل داره میتونه سویچ بکنه روی سوپر یتی. 3 تا دونه ساختمون اینجا مونده که کوین اینا بهش دسترسی ندارن از پشت دیوار، ولی از اونجایی که اون دیوار دیگه لول 15 اونو برمی‌داشت. چرا دیوار لول 16 برمی‌ده؟ ولی 100 این اتک میدم 100 تا به اینجای کار 3 تا اتک دادیم به صورت لایو، هر 3 تا اتک 100 شده با کمک ترکیب سوپر یتی. بریم سراغ اتک بعدیمون. اتک بعدیو بزنیم. دوباره درخواست بدیم. چند تا اتکم مونده؟ 2 تا اتکم مونده. ای کاش دیروز اتکامو می‌زدم. دیروز اگه اتکا رو می‌زدم قشنگ الان مپای خیلی وحشتناکتری بودن. اوکی مرسی بیژن. بریم سراغ اتک بعدیمون. تانحال 16 بنده خدا. کاپش بالاست. نمیدانم اینا. بنده خدا خیلی تلاش کرده خودشو برسونه اینجا. کاپش چند تاست؟ 5400. حالا خیلی هم بالا نیست ولی خب اوکی. تلاش کرده خودشو رسونده به اینجا، نمیدانیمش. میریم سراغ مپ بعدی که 2 تا اینویستاور داره، اونم مرکز مپ. باید ببینیم که واردن، چون ابتی واردن میتونه مثلا سمت مونولیت بخوره اینجوری، یا واردن رو ریج بکنم ابتی واردن رو مثلا بزنم روی اینویستاور، اینجوری 2 تا فایر اسپیتر رو از بین برده. به نظرم بهتر باشه. ببینیم جواب میده این پلن. ابتی واردن مثلا بخوره مرکز مپ. حالا یک کوچولو ریسکیه، خیلی هم ریسکیه، خیلی ریسکیه، ولی خب تلاش خودمون رو میکنیم که جواب بده. تسلا داریم اینجا. بدون ویزا به کمک گیرم واردن ساختمونا جمع بشه، واردن خودشو برسونه سمت البته اگه این ویزیبلامو بزنم، آره الان این ویزیبلامو بزنم میخوره البته واردن. خیلی هم عالی. خب میایم از این قسمت. این گم الان میاد داخل. تک چشممون داره این فریم مولتی از بین میبره که از بین برد. دیوار شکن بعدی. اینجا جای یک کلو ریسکی این مدلی بزنی، ولی خب بگیره عالی جواب میده اینجوری. یه اسپلت فعلا نیاز نیست. اسپل سممون هم نیاز نداریم چون تونستیم ساختمون کلنکس از بین ببریم. به کانتر این گوشه یه اسپل جامپ نیروها رو بیاریم بیرون. به کانتر بعدی واسه تیم. اوکی من اسپل زیاد دارم که فکر کنم نیاز کنی ندارم. آره خیلی نیرو دارم. یه زیبا از واردن. این مپ جدا این ویستاور رو تریگون قشنگ. پس این 4 تا اسپل این ویزیبل میشه گفت واقعا جوابه. ابتکینگ که خودشو پرتاب بکنه. ابتر رویال چمپیون. اسپلام هم که ببخشید داشت. اسپلام هم نیاز ندارم و با یه دنیا نیرو هر 4 تا هیرو زنده تو در ابتیارم کلا نیاز نداشتم 100% تخریبو به دست آوردیم. بچه‌ها لینک آرمی رو مثل همیشه واسهتون میذارم داخل دیسکریپشن، میتونید کپی بکنید. اگه داخل فروشگاه قراره که خریدی انجام بدید لطفاً از کد من استفاده بکنید. این ویدیو تموم شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.